مسی کجا قایم شدی؟ سلام گایز، چطور؟ امروز اومدیم با یه ویدیوی جدید سما اسیدهای اینستا، چیزایی که ببینید چش دیگه ندارید. قبل از ادامه ویدیو لایک، ساب، کامنت هم بذارید. لیتس گو، بریم آقا. خوبی بدی دیدی دیگه نمیبینمت، یکی دیگه شدی دیگه نمیبینم. روزگار به خدا خیلی سخت شده، واسه منم سخته. میگن تنهایی لاتی تره انگار، سوختن گل و پاچیدن فکرام، عکساتم زدم پاک کردم این بار. دیگه هر کی یه مشکلاتی داره، هر کی یه طور خیلی میشه، چه بچه باشه چه بزرگ باشه. دوباره سیاه کیوتی. آره سیاه کیوتی بود. بریم ببینیم چه سمیه. حالا دیگه هر کی یه طور سلیقه و دنس و غذا شما هم شاید بخورید اینطوری شید دیگه. آره بالاخره هر طور یه طوری سمه دیگه. بریم سراغ ویدیو بعدی. اصلا نمیخوام ویدیو رو ببینم. یه 450 میلیونی مشتری خوبمون 450 میلیون آیفون 17 و ایرپاد به دوستش، به دوست عزیزشون آیفون 17 پرو مکس با کلی اکسسوری و متعلقاتش. مبارکت باشه. قربونت برم. اوه خدا بده همچین دوستای ناموس منم میخوام. کاش ما هم از این رفیقا داشتیم. کاش واقعا، کاش منم دوست دارم به خدا. دست در نکنه. مبارکت باشه عزیز. گوشی خودتون چیه خانم؟ اجازه بدید. به به، این امکان نه. یارو این دختر سفید لباس سفیده قطعا ازش اتو داره. اصلا امکان نه تو گوشی خودت اینطوری باشه بعد بری واسه دوستت آیفون 17 بخری. اصلا امکان نداره، اتو داره ازش. نوستالژیکارم، بکنیم. بله. آخ من از همینجا حال کردم با صدای کنده شدنش. اوه مرسی. رفیق به این خیلی میگن مبارکت باشه. قربونت برم. خیلی خوشحالم کردم. ای خدایا، تو الان با پاشو ببوسی، تو الان باید دستش هم ببوسی. 400 میلیون کم نیستا. ول کن آقا، بریم سراغ ویدیو بعدی دیگه. اینو ببینم بیشتر فشار میخورم. اینو میبینیم. این فکر کنم از اون ویدیوهای گنگ خفنه. بریم ببینیمش. مامانم برام خریده. مامانم. من حالا کاری ندارم، به خاطر ویدیو اصلیشم دیدم خودم. ولی خب مامانت خریده، شاید مامانت خریده باشه ولی پدرت تک زده پول در برده. یعنی اینکه زحمات پدر معلومه میشه، واقعا من ناراحت میکنه. حالا آقا ول کن اینا رو، ول کن. بریم سراغ یه خودت هم بعداً میفهمی چی گفتم. آقا بریم، من واقعا از این ویدیو خوشم میاد. بریم لیتس گو. آیلار چی کار داری میکنی؟ 3 ساعت معلوم نیست داره باید خیانت میکنه دیگه. من دارم صدات میکنم. عشقم داشتم برات حوله می آوردم. من فکر نمی‌کنم حوله رو از تو گوشی بخوای بیاری یا مثلا سفارش بدی. حوله رو از تو اتاق بیاری. صداتو نشنیدم. اون که تو داری به من داره خیانت میکنی؟ نه داره واسه دوست دختر جدید پیدا میکنه. معلومه دیگه داره بهت خیانت میکنه. نه خیانت چی؟ تو به من اعتماد نداری؟ خیلی از الان به بعد دیگه بهت اعتماد ندارم. بی‌لیاقتی. یه ضرب مثلی میگفت، آیلار میگفت گل در اومد. وای من از این ضرب مثلاش خیلی خوشم میاد. از همون بلبل در اومد. من بلبل تو بودم، خودت هم بعدا میفهمی خیانتکاری تو. نرم جاری کن برو بیرون. بودو بیرون ببینم بابا، خیانتکار نمیبینم. پرتقال بی‌لیاقت اسم تو شد خیانت. رفتی سمت اوه هلو رپر شده داره دیس میده به پرتقال و پیاز. پیاز. گفتی این محبت آخرش شد ندامت. من شدم وایرال تو فقط حسرت دادی تا ابد. حرفت شد دود رفت از یاد. قلب تو فروختی ارزون واسه یه عشق بی بنیاد. هر جا اسم تو میاد همه میگن چه خراب. شاه دروغ شاه فرا. آخر قصه شدی سر. مثلا از بیشتر رپرهای امروزی بهتر بود. به استاد کنکورهای جهان اومده. بنازم بریم. استاد فقط جواباتو کی شستیم. بریم ویدیو بعدی.
چی بگم والا. ایشالا به پای هم لاغر شید، زندگی خوبی داشتی باشید. مسی کجا قایم شدی؟ اون چیز طلایی کجاست؟ مسی اون چیز طلایی کجاست؟ داخل کمده. اینم از هوش مصنوعی. چرا انداخت زمین جام جهانیو؟ به به، ایزگام شرق بارساوا. اینم دیگه اینو از تبلیغ دیگه چیکار کنیم بالا. فقط چه تبلیغی هم کرد. بپر بالا آقا خوشگله. با و خالی جون جینا با موتور. ایزگام شرق بارساوا. دیگه اینم یه نوع از تبلیغ دیگه. بریم توی بعدی. با پسری که 13 سال ازم کوچیک‌تره ازدواج کردم. چی؟ 13 سال دیگه آقا اینا رو عادی سازی نکنید. اسمم فاطمه است. 37 سالمه. 4 سال پیش جدا شدم و یه پسر 9 ساله دارم. 1 سال پیش یه پسری که ازم 12 سال کوچیک‌تره عاشقم شد. بکن هر کسی عاشق میشه نباید باش ازدواج کنی. و به هم پیشنهاد ازدواج داد. منم قبول کردم. یادم وقتی که جدا شدم از همسرم همه بهم میگفتن حواست باشه که پسر مجرد نمیاد تو رو بگیره. منم میخوام باش ازدواج کنم که به همه ثابت کنم هم مجرده هم 12 سال ازم کوچیک. کن میگن کسی نمیاد تو رو بگیره، دلیل نمیشه یکی خواست بیاد بگیرت نگی نه. داره. تازه با هم خیلی هم خوش میگذره. فقط تنها مشکلی که داره این که به محبت من نسبت به پسرم حسادت میکنه. منطقیه چون 13 سال ازت کوچیک‌تره. آخه اونم حق داره. خب منم تصمیم گرفتم پسرم رو بدم مامانم بزرگ کنه، چون که منم 1 بار به دنیا اومدم، 1 بار حق زندگی دارم. دخترت هم 1 بار به دنیا اومده، 1 بار حق زندگی داره، 1 بار مامان میخواد. سعی میکنم مادر خوبی برای پسرم باشم. به نظرتون کارم درسته یا نه؟ ممنون میشم راهنمایی میکنید. اینم داستان یکی دیگه از شما دوسته گلم که برام حاجی قشنگ یه بار گنده از تو مغزم اومد بیرون فرستاده بودید. ممنون میشم تو کامنت ها بهش کمک کنید. من اگه این فکر نبود من همینجا فیسام نشون میدم. مهنازم، یه بلاگرتون. دوست داشتی بیا تو پیجم. اصل قضیه تو استوریامه. وای خودش کم بود میوه ایایش هم اضافه شد. نکنید این کارو. به جزیره میوه ها خوش اومدید. اینجا هر انتخاب یه شکست یا یه شروع جدید. هیچی دیگه از فردا بریم جزیره میوه رو دیس کنیم. عالی شد. اگه تا اینجا دیدی واقعا ممنون، واقعا خوشحالم کردی و لایک و ساب و کامنت و اینو اونو کلا حمایت کن که خوشحال بشیم و اینا. و تا یه سمهای مریض دیگه لامپا رو خاموش کنید. خدافظ.